سلام به برابکس یوتیوب. سوال اقتصادی هستم با درست کننده سوال اقتصادی. بابا چطوری؟ خیلی متشکرم، من خوب هستم. خب بابا دفعه پیش بچه‌ها خیلی باحال حال کرده بودن، بعد همه بهم میگن باید ویدیو درست کنم. من که از 3 ماه دارم بهت میگم ویدیو درست کنم، ولی هر هفته چیزی میشه. بله درست. اولا درود فراوان به دوستانت و کسانی که برنامه تو رو دنبال میکنند. براشون آرزوی خوشبختی و سلامتی و سعادت در همه امور زندگی دارم. مرسی واقعا. مطمئنم بچه‌ام خواستین یه لاوی بهش بدین، پایین کامنت رو میخونه. بله. من میخوام یه دفعه الان راجع به چیز با صحبت کنم، راجع به هویدا. خیلی آدما راجع به هویدا بد میگن و من وقتی که راجبش خوندم نمیفهمم که چرا راجع به این آدم باید بد بگن. من فکر کنم شاید تو چون میشه توضیح بدی چند سال بود هویدا پیدا شد از کجا؟ یعنی اومد تو بازی دیگه، فهمیدی هویدایی هم وجود داره و هویدا خب آدم تحصیل شده‌ای بود، آدم دنیا دیده بود، خیلی باسواد بود، چند زبان زنده دنیا صحبت میکرد. تقریبا مدتی از عمرش رو در لبنان گذرانده بود، چون اونجا پدرش شغل خارجی داشت، اونجا کار میکرد. برصورت آدم تحصیل کرده بود و بعد شاه در اون زمان برای انتخاب نخست وزیر میگشت تو آدم هایی که بودند، مطالعه میکردند که ببینن کی چه کار است، چه مشخصاتی داره و اون کسی رو که فکر میکردن که خوب هست انتخاب میکردن. که خب تقریبا حدود 15-16 سال قبل از انقلاب آقای هویدا رو کشف کردن و وارد بازی شد و اومد و که بعدش هم شد نخست وزیر ایران. خب بعضی ها راجعش بد میگن. چرا؟ اصولا راجع به هر انسانی خوب و بد میگن، منتها باید دید که آیا تعداد خوبها بیشتره یا تعداد اونهایی که بدگویی میکنن. هر آدمی، البته هیچ انسانی هم بی عیب نیست، هر آدمی ممکنه یه عیبهایی داشته باشه، ولی آیا باید دید که عیبهاش بیشتره یا به اصطلاح هنرش بیشتره یا کاری که انجام میده بهتره؟ خب به این شکل آدم ها معروف میشن و میان رو در اون زمان، چون انتخاب کارها با افراد برای انجام کار روی لیاقت بود، روی دانستن بود، روی مثلا سوابق خوبی که داشتن بود، بنابراین انتخاب می شدن و می اومدن بالا. و آقای هویدا هم به همین جهت خیلی آدم گمنامی هم بود، در پارتی داشت، نه کسی اون رو لانسه کرده بود بلکه خودش اومد. و لانسه این چی؟ ببخشید که یه لغت فرانسوی به کار بردم، به معنای معرفی کردن، کسی رو معرفی کردن. موقع مد بوده میگفتن لانسه؟ جان میگم زمان شما مد بوده میگفتن لانسه؟ تقریبا، چون خیلی میدونی که اولین دانشجویانی که از ایران از طریق رضاشاه روانشاد رضاشاه برای تحصیل اعزام شدن با هزینه و خرج دولت به فرانسه بود و اینا اولین کسانی بودن که آمدن توی فرانسه تحصیل کردن و بعد به ایران برگشتن. و خب طبیعتا اونا چون در سالهایی در فرانسه بودن، لغات فرانسوی رو به شدت تو ایران زیاد کردن، مثل مرسی، مثل آسانسور، مثلا مثل دوش و خیلی کلمات دیگه. خب لانسه هم یکی از همون لغاتی بود که وارد زبان. وای ببین کی اومد. جونم. این تو بگو. Baba, can I say something dumb to Alexa? And you might say, you know what? I'm going to say something dumb to Alexa. چرا فارسی نمیگی بابا؟
میخوام یه چیز احمقانه به الکسا بگم. چی میخوای بگی؟ اوکی برو اتاق من بگو. برو تو اتاق من تو دستشویش بگو بهش. اون تلویزیون هم داره یا قیافش میگه میخواد یه چیزی به الکسا بگی تو کل خونه پخش کنه. اومده میگه اوکیه. اومده ویدیو رو خراب کرده میگه که اوکی ویدیو رو خراب کنم. ادیتور اینو نگه دار لطفا. قربونش برم. خب میگفتی بعد گفتی که اوکی اونا رو اومدن فرانسه انداختن. بله. خب بعد این آقای هویدا اومد اونجا کجا شروع کرد؟ آمارشو داری؟ آمارشو ندارم بهش، یعنی در حقیقت یاد رفته. یادم هم رفته و شما اشکال کار اینه که وقتی که میخوای من بیام با من مصاحبه بکنیم به من نمیگی راجع به چه موضوعی میخوای صحبت کنی. آخه باحالش اینه که رو هوا بگی. آره خب همین که من لااقل روش مثلا همین چیزایی رو بررسی کنم. خب به خاطرم نیست ولی فکر میکنم یکی دو تا کار اصطلاح دولتی انجام داد ولی نه زیاد مهم و بعد یه باره به نخست وزیری انتخاب شد. خب چه کاری کرد که واسه کشور خوب بود؟ هویدا اگر بخوایم چه کار کرد که خیلی کارهای زیادی انجام داد. آقای هویدا 13 سال نخست وزیر ایران بود. آقا نخست وزیر چطوریه؟ هر چقدر بخواد میتونه بمونه؟ چیه داستانش؟ نخیر، نخست وزیر به وسیله به اصطلاح مجلس انتخاب بشه و هر آن ممکنه که مجلس نخست وزیر رو استیضاح بکنه و برکنار بکنه. اوه یعنی هر لحظه میتونه بیفته بیرون؟ بله. و برعکس شد که. آره. همه نخست وزیران اینجوری تو دنیا؟ در دنیا خب فرق میکنه قوانین. اکثرا نخست وزیرها بله به همین شکلن، یعنی اونهایی که به وسیله مجلس انتخاب میشن خب هر زمان مجلس نخواد، چون مجلس نمایندگان مردم هستن دیگه و اونا از طرف مردم میگن خب اینو نمیخواهیم و برکنارش میکنن، میره دنبال کارش. ولی خب آقای هویدا البته به دلیل حمایت هایی که از طرف شاه میشد 13 سال توی شغل باقی. چرا شاه انقدر دوستش داشت؟ برای که خوب کار میکرد. شاه افراد لایق رو دوست داشت و به دنبال افراد لایق میگشت. تمام اونهایی که به عنوان وزیر انتخاب میشدن اکثرا آدمهای گمنامی بودن که هیچ کس نمیشناختشون. ولی شاه خب به اصطلاح افرادی داشت که فقط کارشون این بود که برن مطالعه بکنن روی این آدم‌ها و اینهایی که در خارج به خصوص تحصیل کردن و تحصیلات عالیه دارن و در تحصیلاتشون آدم‌های موفقی بودن، اونها رو انتخاب می‌کردن، می‌آوردن و سر مشاغل می‌گذاشتن. و خب هویدا هم یکی از اونها بود که به این شکل وارد کار شد. خب چیکار کرد واسه ایران؟ نگفتی هنوز. برای ایران چیکار کرد؟ همین رو خواستم بگم. ایران زمانی که آقای هویدا نخست وزیر ایران شد، ایران تقریبا به ثروت خیلی زیادی رسیده بود و از طریق فروش نفت پول زیادی رو به دست می آورد. به همین دلیل یعنی در ایران به جایی رسیده بود که اکثر سران دول اروپایی واقعا از شاه به شاه تملق میگفتن که بتونن از شاه کمک‌های مالی بگیرن. البته نه کمک‌های مالی مجانی، کمک‌های مالی که یا به صورت قرض بود. به همین دلیل خب آقای هویدا نقش مؤثری در اون زمان داشت در اینکه این پول‌هایی که وارد ایران میشه به طور صحیح هزینه بشه، در جای درست هزینه بشه. کارهای مهمی میکرد. از جمله مثلا آقای هویدا هر هفته آخر هفته ها تمام افرادی رو که به اصطلاح کاردان بودن و کارخونه داشتن، مثلا آدمای موفقی بودن که در تجارت موفق شده بودن و خیلی از اینها هم سواد بالایی نداشتن، شاید سوادهای در حد مثلا دیپلم یا لیسانس،
ولی خب آدم‌های موفقی بودن و خب اسمشون هم حتما شنیدید و چه کارهای بزرگی کردن و چه کارخونه‌های بزرگی ایجاد کردن و چقدر کار ایجاد کردن. تعدادشون هم زیاد بود. هفته یک بار تمام اینها رو جمع می‌کرد توی یه باشگاهی که به نام باشگاه نخست وزیری بود و شام رو با اینها می‌خورد و میشستن و با هم مشورت میکردن که چیکار بکنن که مملکت رو بیشتر پیش ببرن. شده. و هیچ وقت تنهایی تصمیم نمیگرفت. از انسان‌هایی که میگفت دیدم یه چیزی میگفت، نمیدونم تا شنیدم، میگفت توی ایران قدیما وقتی میخواستن یه تصمیمی بگیرن یه بار میشستن با هم بحث میکردن، بعد دوباره شب میشستن مشروب میخوردن، بعد دوباره راجبش بحث میکردن. بعد میگفت وقتی که مست نبودن مغزی بهش فکر میکردن، وقتی که مست بودن احساسی بهش فکر میکردن. میگفت فقط وقتی که هر دوتا جوابشون یکی میشد کارو انجام میدادن. این زیاد به نظر من ایران باستان میگفت. ایران باستان که مال خیلی قدیم بوده، ولی آره خیلی قدیم. بله در دوره آقای هویدا نه چنین چیزی نبود. تو 5 سالت بوده. بله. من 5 سالم بوده. آره. نه من بزرگتر بودم. بله. ولی در زمان آقای هویدا نه اینطور نبود. مثلا در همون باشگاهی که جمع می‌شدن حتی مشروب هم سرو نه شما که میدونم شما فرق داشت. سرو نمی‌شده و یه جلسات خیلی دوستانه هم بوده. گفتم فقط آدم هایی که سازنده بودن و کارخونجاتی رو ایجاد کرده بودن و خب صنعت ایران خیلی خب حتما موقعی سری آدم اینو نگاه میکردن میگفتن که نگاه کن خودشون دارن پول تو خودشون نگه میدارن و نمیفهمن که اینا چون خوبن اونجا هستن، هر کی خوب باشه میتونه وارد شه. بله. آقای مثلا فرض کن خیامی ها که 2 تا برادر بودن که ماشین پیکان رو به وجود آوردن، اینها خودشون اول شغلشون این بود که یک گاراژ داشتن و در اون گاراژ ماشین ها رو تعمیر میکردن. از اونجا به اونجا رسیدن که شدن صاحب کارخونه پیکان که خب در اون زمان به خارج از کشور هم پیکان صادر میشد و با قیمت بسیار ارزون به دست مردم میرسید. خب این آدم ها اینا انسان های بودن که خود ساخته بودن، نبوغ داشتن در مسائل اقتصادی که به این مراحل رسیده بودن. آقای برخوردارها مثلا یا خیلی ها من گفتم چون شما به من نگفته بودی من حضور ذهن ندارم که اسمشون رو الان بیام برای شما بگم. مثلا فرض کنیم آقای ایروانی که کارخونه کفش ملی رو داشت. آقای ایروانی دبیر بود. بعد حالا به دلایلی از وزارت آموزش پرورش او رو اخراج کردن. وقتی اخراج کردن نشست فکر کرد که باید چیکار بکنه. از فکر کردن رفت یه مغازه گرفت، مغازه کوچیک شروع کرد به کفش درست کردن. از کفش درست کردن به جایی رسید که کارخونه درست ساخته بود که به نام کفش ملی معروف بود. تمام ایران رو که کفش میداد هیچی به خارج زیاد میفرستادن، صادر میکردن کفش های زیادی. من داستان بگم راجع کفش ملی. بفهمه. من فهمیدم که کفش ملی مال ایرانه و اینا و بهم برخورد که چه ما بریم کفش خارجی می‌خریم. بله. گفتم آدم کفش کشور خودش بخره. رفتم خریدم ترجیحش، بعد پام 8 تاول زد، بعد انداختم 100 اشغال فردا. حالا اون پای شما تاول زده به جای خودش بوده، احتمالاً یه حالت استثنایی مال من که 20 سال تو یعنی 10 سال بعد از انقلاب بود. بله. این آقای مسئولش نبود. خیلی خوب است ممکنه. ولی وقتی او کفش ملی رو درست کرد خب این انقدر از طرف ایرانیان استقبال شده بود که توی مثلا فرض کنید تهران اون زمان شاید 100 تا شعبه داشت. تو تمام خیابون‌ها توی تمام محلات شعبه داشت و کفش می‌فروشید. چندین هزار کارگر داشت، کارگر و کارمند. خب اینا کار کوچکی نبوده که بتونست بکنه و بعدم کفش رو به روسیه صادر می‌کردن. حتی بعد چه افرادی بودن که دوره هویدا جمع بودن و مملکت رو به اون حالت سازندگی رسونده بودن که در از نظر صنعتی جزو کشورهای پیشرفته دنیا شده بود و اگر ادامه پیدا می‌کرد شاید جزو کشورهای صنعتی اول دنیا میشد که خب میدونید که چرا چی شد؟
چرا بردنش بر. بابا من یه آیدیا دارم. دنیا که ما الان توشیم کلا مثلا، حالا عددشو نمیدونم چی باید بگم، ولی مثلا حالا میگم 1000 برای که منطقو فقط بگیری، دست 1000 نفره. یه نفر پادشاهه، یه نفر سازنده ماشینه، یه نفر سازنده کامپیوتره، یکی سازنده موشکه، یکی سازنده یه نمیدونم اون چیپیه که میذارن توش، یکی LCD رو میسازه. یعنی کلا جمع کنید 100 تا آدم که اینا حالا به خاطر همین حرفی که تو داری میزنی، پشتیبانی خوب، جای خوب بودن، موقعیت درست، باهوش بودن، سختگیری، به جای خفن رسیدن. یعنی مثلا یه نفر بوده توی مثلا میگم توی کره ویدیو درست VHS درست میکنه میفروخته، الان مثلا صاحب سامسونگه. میدونی خب مثلا تمام SD کارت دنیا، یعنی تمام نمیدونم اینو چی میگم بهش، تمام اینای دنیا دست سامسونگه. یعنی هر مموری کارت هر جای دنیا فروخته میشه سامسونگ داره پول در میاره و هر برندی که باشه. بله. بعد کلا دنیا دست مثلا 1000 نفره. بله. یعنی همه اینا مثلا میگم اگه این 1000 نفر فرا تصمیم بگیرن بگن آقا ما دیگه در مغازه‌مون رو میبندیم، هیچ چی تولید نمی‌کنیم، هر چی هم که تا حالا داشتیم میسوزونیم، هیچ کی نتونه بدونه، یعنی یه شبه هر چی ما داریم از بین میره. تلویزیون، این میکروفون، این دوربین، آیفون فلان، همه چی. درسته، کاملا درسته. یعنی 8 بیلیون نفر مفخوریم، 1000 نفر دارن این دنیا رو واقعی بازی میکنن. بله. باید با این 8 میلیون یه کاری هم بکنن، 8 میلیون نفر راضی باشن. خب مثلا این اصلا منطقی نیست. خب به هر صورت یادت باشه که دنیا هم دست همون 1000 نفره. دنیا رو همون 1000 نفر اداره میکنن. دنیا رو همون یعنی رؤسای جمهور حتی آمریکا رو همون 1000 نفر انتخاب میکنن. خب آره دیگه. خب پول لازم داره واسه که به تبلیغ کنه که رئیس جمهور شده دیگه. یارو میاد پولشو میده و میگه حالا من دلم میخواد این جنگل رو بکنمش، مثلا ساختمون میخوام بسازم چون ویوش خوبه، اونم اجازهشو میده. بله کاملا درست. یعنی خیلی جالبه، نه ولی آدم عادی اینو نمیتونه درک کنه. درست میگم؟ چرا که انسان‌هایی که نه مثلا یعنی فیلمی فکر میکنن، فکر میکنن مثلا 1000 نفرن که یه ویلا دارن، هواپیما شخصی میرن اونجا و بعد میرن زیر زمین میشینن با هم دیگه حرف میزنن، خون بچه میخورن. یه خورده مردم فیلمی فکر میکنن. نه یارو مثلا صاحب کوکاکولا 40 ساله داره به مثلا تمام کلینتون فامیلی سالی 100 میلیون پول میده که اینا هر روز تبلیغ کنن و پارتی کنن و خونه‌های خفن داشته باشن و معروف باشن. بعد وقتی بچهش میره میگه رئیس جمهور میشه، خب بعد میگه حالا مثلا اینو میخوام. مثلا میگم توی مدرسه شیر میدن. خب شیر رو الان که همه دکترا میگن چیز خوبی نیست. توی آمریکا هم که میدونیم شیر رو توش شکر هم میریزن، پس 2 برابر بده. پس یعنی اینا یه دفعه کمپانی شیر اومده یکی رو خریده، یه کمپانی شکر هم اومده یکی رو خریده. وقتی که رفته گفتن آقا میخواد تو مثلا شیر بدیم، اینا گفتن آره بدیم. بله متاسفانه انسان حریص هست. این انسان ها با تمام اون حقوقی که دارن ولی پول زیاد چشمشون رو کور میکنه و توی دوست دارن که بیشتر پول داره بشن. من این دفعه فکر کنم برای شما گفتم یه شخصی توی یک کمپانی از این کمپانی خیلی بزرگی که لباس ها یا کفش ها یا حالا کیف های مارکدار تولید میکنن در اونجا کار میکرده. بعد گاهی اوقات میده مقداری از این چیزهایی که ساخته شده تو کارخونه، حالا چی مثلا کفش بوده یا کیف بوده یا هر چی، رولکس این کارو کرد سال 2020. بله میمونه و بعد اینا میان اینها رو آتیش میزنن. این پیش خودش فکر کرد خب که اینا به جای اینا رو آتیش میزنن بذارن با قیمت‌های ارزون بفروشن به مردم عادی، مردمی که احتیاج دارن و نمیتونن با گرون بخرن. خیلی هم خوشحال میشه، فکر میکنه من الان اگه اینو برم با مدیر کارخونه در میون بذارم حتما به من یه جایزه هم میده. و میره پلوش و میگه آقا من یه ایده‌ای دارم میخوام به شما بگم. میگه چیه؟ میگه اینطوره، شما چرا این چیز داری که اضافی میاد آتیش میزنید؟ چرا اینا به قیمت ارزون به افرادی که واقعا نیازمندش هستن نمیدید؟ برمیگرده میگه که ما اگر این کارو بکنیم ارزش کارمون رو پایین میاریم و دیگه اون افرادی که خریدار اینا هستن و پول زیاد بابت اینا میدن ممکنه از داشتن
این مثلا از ادامه این کار یه خودداری بکنن. چون میبینن افراد خیلی عادی هم اینا رو دارن و این افرادی که یعنی پولای زیادی میدن فقط میخوان یه چیزایی داشته باشن که افراد عادی نداشته باشن و ما نمیخوایم این مشتری‌ها رو به این شکل از دست بدیم. بعد اونجا یه جمله خیلی قشنگی میگه من اونجا متوجه شدم که ما که هی میگیم که تو دنیا گرسنه زیاد هست، گرسنه زیاد هست، این گرسنه ها رو باید سیر بکنیم. اگر به جایی که گرسنه ها رو سیر بکنیم بیایم این ثروتمندا رو شکمشون رو سیر بکنیم، دیگه گدایی یا آدم مستمندی در دنیا پیدا نمیشه. باید شکم اینا رو سیر کرد، نه شکم گرسنه ها رو، که شاید اگه اینا شکمشون سیر شد دیگه دست بعد دارن از این همه پول جمع کردن. و یادت من بچه بودم یه بار یه دونه برشم به زنت گفتم که چرا انقدر طلا مال این دیده رو برای خودت همیشه فقط فکر طلا جواهری، اگر آجر گرون بود آجر مینداختی گردنت. بله. بعد شینجون گفت 2 نمیدونم یاد باشه یا نه. بله. حالا یه چیز بگم بخندی، یه کمپانی اومده آجر داره میفروشه دونه $500، واقعا آجره. بله. خونت ازش بسازی فقط آجره. بله. سری کمپانی‌ها هستن که گفتم اینا همه آدمایی هستن که نبوغ دارن، میرن راهی رو پیدا میکنن که این دیگه این دزدی بودنش رو ثابت میشه دیگه. یعنی ببین انقدر از مثلا اون بگو از کیف شروع کرده، ولی رسیدم میگه خب من که الاغم آجر اصلا دیگه زحمت نمیکشه. وای پرادا چیز میفروشه، این یارو چیز هست میذاری 2 کاغذو به هم نگه میداره، یه آهن اینجوریه. بله. اونو میفروشه $500. بله میدونم. اینها به قول معروف میان از ببخشید این حماقت، از حماقت مردم سوء استفاده میکنن. این آدم هایی که پول های زیاد در اختیارشون هست ولی شعورشو ندارن. میتونی قبول کنی دختر خود یکی از اوناست؟ اوه چی بد جایی گیر افتادی. نه گیر افتادم کاملا اینطوره. بله من به خودشم میگم. خب تو چه اشتباهی کردی که صدف اینطوری شده؟ اینو میتونی به من بگی یا نمیدونی چیکار کردی که یا تقصیر تو نبوده؟ من تقصیر من نبوده، چون همونطوری که در مورد خودت اگر اون چیزی شدی که خلاف نظر من بوده، من فکر نمی‌کردم هم چیزی بشی، تا 18 سالگی که با من زندگی می‌کردی، 17 سالگی که با من زندگی می‌کردی، اونی بود که من می‌خواستم. از 17 سالگی که آمدی به کانادا و دیگه من خب در ایران بودم و خیلی مهمه بالا بودن بالا سر مادر پدر. این راست میگه. من اگه بابا مثلا مثل ببین ایراد بابا مامانه که بچه‌شون رو تنها میفرستن و ایراد نه دیگه، یعنی موقعیت مادر پدر. حالا بهش بگیم اگر من ایران مونده بودم یا مامان بابام با من موو کرده بودن تو کانادا و با هم اینجا زندگی می‌کردیم، واقعا من یه آدم دیگه بودم و اگر اون آدم بودم الان اینجا نبودم. پس مرسی که این کارو کردی. بله. زمانی که من می‌خواستم شما رو بفرستم با مادرتون خیلی کلنجار داشتیم. مادرتون ما بچه بزرگ کردیم که خودمون لذتشون رو ببریم، باشون زندگی بکنیم. تو اینا وقتی میفرستی الان میرن به کانادا دیگه بچه ما نیستن. گفتم که من به شما حق میدم، بله، اما این خودخواهی است که ما به خاطر اینکه خودمون لذت بچه‌ها رو ببریم اونها رو از این زندگی بهتر محروم بکنیم. این خودخواهی است. موموکا نبود، فکر کنم موموکا نبود. بله. و بنابراین من حاضر نیستم این خودخواهی رو داشته باشم و بچه‌هامو از زندگی بهتر محروم بکنم، حتی اگر بدونم الان لذت نداشتنشون رو از دست میدم. چرا بچه‌های ایرانی اینقدر زشتن بابا؟ بچه‌های ایرانی کجا زشتن؟ بچه‌های کوچولو ایرانی خیلی زشتن، بزرگ میشن خیلی خوشگل میشن. خارجی‌ها بچه‌هاشون خوشگله، بزرگ میشن زشت میشن. نه ایرانی‌ها بچگیشون هم خوشگلن. کجا خوشگلن؟ پشمالو بسن دختر هستن 4 ساله سیبیل داره. خب خیلی کم پیدا میشه. اون دیگه طبیعتشون حالا اینطوری شدن. تو حتما میدونید که تو اینجا هم هست. نه بابا اینجا نمیدونم چی میشه. 18 سالگی یهو تمام دخترها 90%شون زشت میشن. اصلا تو های اسکول که میری همه خوشگلن، دانشگاه که میری همه زشتن. میگی چه اتفاقی میفته تو این یه سال؟ این بستگی به ژن داره. ژن اروپایی ها و سفیدپوستا خیلی زود افت میکنه و زود خراب میشه.
ولی مال افرادی که رنگ‌های تیره دارن مثل ایرانی‌ها. سیاها که اصلا هیچ وقت پیر نمیشن. جان سیاها که اصلا هیچ وقت پیر نمیشن. دیدی قیافاشونو؟ بله هیچ وقت پیر نمیشن، چون گفتم این رنگین بودن رنگ پوست که البته همه انسان ها از اول سفید پوست بودن یا حالا یا سیاه پوست بودن. بله و همه در یه رنگ بودن. بعد به مرور زمان در اثر محیطی که توش زندگی کردن این رنگ ها پیدا شد، به خاطر ویتامین دی خورشید. بله اینه که من گم کردم مطلبی که داشتم میگفتم. گفتن همه بچه‌ها زشتن. بله اینه که نمیتونیم بگیم که به همین دلیل ایرانی ها همه زشتن چون مال ایران هستن. نه، نژاد انسان همش یکیست، از یه جا شروع شده. ولی که ایرانی ها وقتی بچه هستن زشت نیستن. حالا ممکنه زشت هم توشون پیدا بشه، چون که تو مال اینا هم زشت پیدا میشه. و بعد یه مطلب دیگه که شما میگی مو دارن، ایرانی ها چون رنگ مشکی هست موهاشون زود نشون میده که برای بچه مثلا اینجا بوره نمیبینی، ولی اینجا شما اون مو رو داره ولی شما رو نمیبینی رنگش چون سفیده. فهمیدم. من خلاصه خیلی خوشحالم که بچه خودم مامانش سفید شد، بچه‌م کیوت شد. چون گفتم خیلی نامردیه مام بابای ایرانی بچه زشت و بزرگ میکنن تا 18 سالگی، دماغو عمل کن، کون عمل کن، این عمل کن، بعد خوشگل که میشه میدن به پسره ببرتش. گفتم بچه‌م بچه خوشگل باشه زشتیش به بقیه. اصولا معروفه که میگن بچه‌هایی که به اصطلاح پدر مادر دوگانه دارن بچه‌هاشون خوشگل میشه. و ما وقتی خانم تو حامله بود سر موموکو، ما گفتیم حالا ببین چه بچه خوشگلی ما خواهیم داشت. مادرش اینقدر خوشگل، پدرش هم که خیلی خوشگل و خوشتی بود، البته الان دیگه نیست. بله خلاصه این جمله معترضه بود. به هر صورت بله این ما امیدوار بودیم که وقتی این بچه به دنیا اومد چه بچه خوشگلی میده. وقتی آمدیم بیمارستان روز اول دیدیمش یک بچه زشت بد ترکیب. اصلا من می‌خواستم فقط گریه کنم، خودم رو نگه داشتم. و از اونجا که ما نمیدونم خانمم گفت این چرا اینجوری شده، این بچه چرا قد زشته. البته در اون زمان همه معتقد بودن که این زشته، جز یه نفر که میگفت این بچه خوبی میشه و اونم آرش بود. و حرف آرش هم درست در اومد که بعد خب میگه که چرا میختی بود. خب در اثر فشار دماغ شکسته بود. بعد وضع همونی که مادرش کرد به طور طبیعی و وضع هم کرد برخلاف ایرانی‌ها که همه صف میکشن که حتما باید خیلی بده سزارین بشن. بله ایشون خب برای اینکه کسی نمیدونه بگم چرا بده. وقتی که مادر داره بچه رو میزاد از تمام بدن یه سری ویروس و باکتری تو کل بدن هست، یه سری مثلا تو گوشت، یه سری تو حلقت، یه سری تو معدت، یه سری تو رودت. موقع زایمان از تمام نقاط بدن مادر این باکتری‌ها رو جمع میکنه میفرسته به فلانش. بعد بچه که داره میاد بیرون شروع میکنه اسپری کردن بچه از شست پاش تا موهش سرش رو یه مایع سفیدی اسپری میکنه که یه میکسچری از تمام این باکتری است که برسه به بچه. وقتی بچه رو از اون راه طبیعی به دنیا میاری تمام اینا رو از دست میده و میتونه حساسیت بگیره، مریض بشه، نمیدونم غذا بخوره، همه این داستانا که دارن از این چیزا شروع میشه. بعد حالا اینکه گفتم خانم‌های ایرانی صف میکشن برای سزارین کردن، خانم‌های ایرانی وقتی حامله میشن از همون ماه اول حاملگی آخ دستم نزنید، آخ کنارم نیاید، آخ ویار اینو دارم، آخ ویار اونو دارم، اینقدر ناز میکنن که اصلا آدم فکر کنه باید چه خبر باشه. النا خانم شما یعنی عروس من 9 ماه حامله بود که تقریبا درست یادمه که بعد از این داستانی که تعریف میکنم 2 هفته بعدش وضع هم کرد، بچهش به دنیا آورد. من توی باغچه بودم داشتم کار میکردم، بیل و کلنگ و اینا آورده بودم یه جایی داشتم میکندم که جا به جا بکنم، یه کارهای تو باغچه انجام میدادم. النا اومد حالا 9 ماه حامل است، میدونیم که بچه همین روزا باید بیاد. یهو دیدن دستشو زد بالا و کلنگ رو برداشت و شروع کرد به زمین کندن. النا چیکار میکنی؟ حالا بچه خراب میفته، بچه فلان میشه. گفت این حرفا چی؟
پا به پای من اون روز تا آخر شب بیل و کلنگ دستش بود و کار کرد. و خب این واقعا دوشنبه هم زایید، سه شنبه ساعت 1 بیمارستان اومدیم خونه، چهارشنبه ساعت 9 چون که ریلتوره شوینگ داشت شب خونه نشون داد. بله. حالا زن ایرانی 2 ماه میخوابه و من بعد از زایمان اله میشه و اینطوری میشه و از داستان هم. با یه جوک بگم، بگو. به نظر درد زایمان بدتره یا لگد توی تخم؟ من هیچ کدومش تا حالا تجربه نکردم. خب ولی من بهت میگم لگد توی تخم، چون تا حالا هیچ مردی نگفته دوباره بزن تو تخمم. ولی خب نه که شوخی میکنم. ولی تکنیکی تمام حیوونا میزان. بله. یعنی حالا همه پستاندارا هیچ کسی زجه نمیزنه مثلا که داره بی‌نابود میشه. همه حیوونا نرمال رفتار میکنن تا روزی که بعد بزان، یه روز میخوابن میزان و فراش دوباره دنبال غذا که به بچه‌شون غذا بدن. بله. این نشون میده طبیعت انسان باید این باشه. فقط من چیزی که خودم دیدم این بود که همه مخصوصا ایرانی‌ها به خاطر اینکه ورزش توی فرهنگمون خیلی کم بوده و برای غذامون خیلی سنگینه، همه همیشه مشکل وزن داشتن و همه همیشه آرزوشون این بود که یه چند وقت بدون اینکه کسی بهشون قور بزنه بخورن. بله. و اینم یه بهونه شد دیگه. هر کی شو گفت من حاملا ویار کردم دیگه هیچ بهش قور نزد دیگه. این پخش شده و همه فقط منتظر اون روزن که حامله بشن بخورن. از هر 100 تا خانومی که من تا دیدم حامله شده 99 تاشون بعد از حاملگی چاق شدن. بله. حالا این که شما گفتید در زمانهای خیلی قدیم البته انسان هم مثل همون حیوانات بچه میزایید. نه دکتر بود، نه ماما بود، نه نمیدونم داستان ها بود. خود خانم حامله میشد و سر 9 ماه خودش وضع حمل میکرد و بچه رو میگرفت و جابجا میکرد و درست میکرد. کم 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 این بشر در بر اثر خب پیشرفت تمدنش و اینا به این لوسی تبدیل شدن و این کارهای لوسی و بی منطق رو انجام میدن. حالا خب دمت گرم. همین می‌خواستم یه بحث یاد بکنم و مرسی از آخر راجع به آقای خوابیده داشتی صحبت میکردی، پرسید داره چه کارهایی کرده. حیفه که نگم که خوابیده 13 سال نخست وزیر مملکت بود در دورانی که ایران غرق در پول و ثروت بود و واقعا پادشاهان یا رؤسای جمهور اروپایی تملق شاه را میگفتن که ازش وام بگیرن، پول بگیرن. به طور حتما در شبکه‌های اجتماعی دیدید و حتما دوستانی که برنامه شما رو دنبال میکنن دیدن در شبکه‌های اجتماعی که یک بار که شاه و خب شهبانو میرن به انگلستان، برای اولین بار در تاریخ ملکه انگلستان میاد توی ایستگاه قطار. حالا نمیدونم چطوری شده که اون دفعه داشتن با قطار مسافرت میکردن، میاد توی ایستگاه قطار استقبال شاه در طول تاریخ برای اولین بار و آخرین بار، دیگه هم تکرار نشده. یا آقای ژیسکار دستن رئیس جمهور فرانسه، شاه زمستونها میرفت به اتریش برای اسکی. و همین دلیل در اون زمان ایرانی هایی که میخواستن به اتریش برن به ویزا نیاز داشتن به خاطر کنترل رفت آمد افراد. شاه میره اتریش و وقتی اتریش بوده رئیس جمهور فرانسه بهش زنگ میزنه و ازش وقت میخواد که باش ملاقات کنه. شاه میگه خب هر وقت خواستی به من بگو چه روزی میخوای بیا اینجا ما هم دیگه ملاقات کنیم. اونم مثلا قرار میذاره میگه دوشنبه ساعت 12. میگه خیلی خوب دوشنبه ساعت 12 در هتلی که من هستم شما رو میبینم. آقای رئیس جمهور فرانسه میره اونجا پیش شاه. اینا عکساش تو شبکه‌های اجتماعی همین الان فیلماش هست و پخش شده. میره تاش انتظار شاه میشینه تو هتل البته. بعد شاه از حموم آمده بیرون با روب دو شامبر، حوله روب دو شامبری تنشه،
آماده پیش آقای رئیس جمهور فرانسه و دست باش دو نشسته باش داره صحبت میکنه. که البته این کار اشرار رو من تایید نمی کنم، غرور بیش از حد بوده، ولی در این حد اینها دیگه به شاه احترام می‌ذاشتن به خاطر همون داستان پول. حالا در چنین کشور ثروتمندی آقای هویدا 13 سال نخست وزیر بود، با خانمی ازدواج کرده بود و با هم توی آپارتمان زندگی می‌کردن. این آپارتمان خب نسبتاً بدم نبود. بعد از این خانم جدا میشه، کارشون به جدایی میشه و طلاق میگیرن و آقای هویدا چمدون لباساشو برمی‌داره و میره تو کاخ نخست وزیری. شبا توی اتاق براش تخت زده بودن و میخوابیده. بعد شاه خبردار میشه که مثلا آقای هویدا 7 ماه 8 ماه که توی نخست وزیری شبا میخوابه. هویدا رو میخواد بگه که شنیدم توی نخست وزیری میخوابی، مگر تو خونه نداری؟ نه من خونه ندارم، خونه که توش زندگی می‌کردی مال زنم بود و منم خب تو اون خونه زندگی می‌کردم، حالا که از اون خونه اومدم بیرون دیگه خونه ندارم و دارم زندگی می‌کنم. که شاه میگه براش یه خونه بخرن، زیر بار نمیره و بالاخره خودش یه آپارتمان 70 متری میخره و تا آخر عمرش که مرد همون یه آپارتمان رو این آدم داشت. این ثروت شخصی بود که 13 سال نخست وزیر چنین مملکت پولداری بود. این از مشخصات آقای هویدا که بخواید بدونید یا دوستان شما بدونن که چه شخصیتی و چه منشی داشت این آدم. حالا برید ببینید وقتی که دزدی میکنن میگن معادل یه نفر آدم معادل 7 سال بودجه مملکت ایران دزدی کرده. همین چای دبش اخیراً. نه بابا، معادل 7 سال 7 سال بودجه. اینقدر پول کجا بوده که برشو ببره؟ از دولت گرفته دزدیده. دولت چجوری 7 برابر بودجهشو داره؟ از طریق رانتی که به این داده به این پول رسیده، به این ترتیب که آمده و اعتبار میگرفته از بانک‌های ایرانی که چای وارد کنه. چای ایرانی فرض کنیم کیلویی 1 تومن بوده، چایی که از خارج وارد میکرده کیلویی 3 تومن بوده. میاد بابت کیلویی 1 تومن از دولت پول میگیره، میگه آقا مثلا تو 100 تا 1 تومن من بدم برم 100 تا چای وارد کنم. ببخشید 300 تا، چون 300 تا 100 تا 300 تا بده. بعد این چای رو همون تو ایران همون چای رو کیسه میکرده با مارک خارجی میفروخته به همون 100 تومن. در هر 100 تایی که میفروخته 200 تومن سود میکرده. حالا این تومن که میگم مثلا آره. اینا رو ضرب در اعداد خیلی بالا بوده. خب از این طریق معادل اینقدر سال بودجه ایران رو برده. تو چند وقت؟ توی 6-7 سال. آها. دوزه ایران که خیلی باحال خدایی، خیلی قوی میزنن. این کوروش کمپانی هم من خیلی حال کردم باشه. این است داستان آقای هویدا. روح شاد باشه. دمتون گرم. روح هویدا شاد. تا برنامه بعدی شاکس. قبل از اینکه بریم بچه‌ها کامنت بذارین چی دلتون میخواد از بابام بپرسم و بگیم بخندیم. باحال میشه. دمتون گرم. فعلا منم از همه شما خداحافظی میکنم و برای همه شما درود میفرستم. اقتصادی